جاویدان امینزاده، برادرم، یک چیز پهن کن که الله از آن راضی باشد، نه شیطان. در نوارهایت با زن دست میرسانی یا زن را در آغوش میگیری؟ گویا نوارهای تربیوی پهن میکنی، ولی برعکس نوارهای شیطانی پهن میکنی. مگر زنان به حجاب و نیم برهنه را به نمایش برآوردن و به آغوش گرفتن نوارهای شیطانی نیست؟ پهن کردن چنین نوارها پهن کردن بی‌حیایی است که عاقبتش خیلی خطرناک است. برادرم جاویدان، برایت این پیام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را میرسانم که میفرماید اگر در سر یکی از شما با مهی آهنین کوبیده شود، برایش آسانتر و بهتر از آن است که با زن دست رساند که برایش حلال نیست. روایت بیهقی و طبرانی. قسم به ذات الله که چنین نوارهایی که پهن میکنی در روز قیامت دردی سرت میشود. سخت پشیمان میشوی، ولی پشیمانی هیچ سودی ندارد. این را یقین بدان. اگر به روز حساب و جزا ایمان داری و این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برایت ارزش داشته باشد، از پهن کردن این گونه نوارها دست میکشی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.